خدمت دوستان عزیز کانال آموزش کلوب. آموزش هک گوشی دیگران در خدمت شما هستیم. در ابتدا ازتون میخوام که کانال رو سابسکرایب بکنید و زنگوله رو فشار بدید برای حمایت از ما میخوایم که با استفاده از یه برنامه‌ای که اینجا هستش که توضیح میدم خدمتتون، به یه سری از دسترسی گوشی شخص مورد نظر دست پیدا کنیم، مثل دوربین، جی پی اس که موقعیت مکانی میشه و چند ثانیه فیلم برداری از اطرافش و صداش. در ابتدا وارد تلگرام میشیم و وارد ربات بات فادر میشیم. این هم آیدیشه، شما اگه ندارید سرچ کنید. این هم اسمشه که حتما تیک آبی بغلش هست وگرنه فیک. استارت رو میزنیم. اولین دستوری که اینجا هست دستور نیو بات، روش میزنیم. میگه که اسم برای رباتتون بذارید. الان من اسم آیدی کانال میذارم آموزش کلوب، ارسال میکنم. میگه که یه دونه آیدی برای کانالتون بذارید. یه چیز چرت بهت مینویسم من آخرش، ولی باید کلمه بات حتما نوشته بشه. بات، دقت کنید، بات. بعد ارسال میکنم. این قسمت آیدی کانال رو میذاره، نشون میده بهمون که استارت میکنیم و این قسمت توکن رباتمون هستش که اینو باید بزنیم روش، خودش کپی میشه، متن در حافظه کپی شد. حالا برمیگردیم به صفحه اصلی. این برنامه که بهتون گفتم آیدیشو لینک دانلودشو میذارم تو کپشن که برید دانلود کنید. وارد که بشین اینجا نوشته برنامه افزایش فالوور. شما این برنامه رو بدید به شخص نصب کنه، بهش بگید که فالوور میده، رایگان و فلان. با استفاده از اون توکنی که ربات کپی کردیم و بدیم بهش، اون توکن هم براش ارسال میکنید که این قسمت جایگذاری کنید. اینجا هم نوشته که باید 30 دقیقه برنامه وصل باشه تا فالوور ارسال بشه، که اینا همینجوری نوشتیم که گوشی رو روشن بذاره تا شما بتونید هرچی میخواید اطلاعات رو بردارید. این قسمت اون توکن رو پست میکنیم. آیدی پیج رو میخواد، یه چیز چرت پرت میزنیم. اینجا یه تیک فعال میکنیم، مثلا 1000 فالوور. واریس کردن رو میزنیم. حتما حواستون باشه فیلتر شکن باید روشن باشه برای اون گوشی شخص. وارد تلگرام میشیم، وارد ربات میشیم، دوباره استارتش میکنیم. این سری برای ما دستور پلن رو میاره. گزینه اول فوتو عکس از دوربین عقب و جلو. من اینو میزنم، دستم میزنم رو دوربین که حالا اتاقم تاریکه. بعد گزینه بعدی جی پی اس که جی پی اس دقیقه میگه. گزینه بعدی آیدیوه که 20 ثانیه صداشو ضبط میکنه و میفرسته وایس. و این گزینه هم فیلم میگیره از صفحه و به مدت بدم 20 ثانیه براتون میفرسته. با این روش شما میتونید به گوشیش این دستور رو ارسال کنید. و حالا این جی پی اس من روشنه، من اینو خاموش میکنم و میزنم روش، نشون داد. حالا همین شما میتونید دستور رو ارسال کنید و گزینه‌های دیگه هم داره که زیاد به کارتون نمیاد.
همین دیگه. شما فقط مطمئن باشید که فیلتر شکن روشنه و اینم که نوشته در حال متصل شدن. شما تو 30 دقیقه میتونید هر کاری بکنید، اگر بهتره که قطعش نکنه که مشکلی برای اینترنتش پیش نیاد. شما هر کاری میخواید میتونید همون لحظه انجام بدید و دیگه همین. سابسکرایب فراموش نشه. ممنون.